عزیز مادر، برایت می نویسم شاید این درس ها زودتر به کارت آمد. دخترم، آنقدر گران و محترم باش که تو به لباس ها و کیف و کفشت اعتبار بدهی، نه آنها به تو. اگر روزی بین رضایت خودت و دیگران ماندی، حتما خودت را انتخاب کن، چون هر بار که خواست خودت را فدای نظر بقیه می کنی، بخشی از تو میمیرد. زندگی برای راضی نگه داشتن بقیه شبیه پوشیدن کفش تنگی است که به ظاهر لبخند میزنی در حالی که پاهایت پر از تاول و زخم شده. مبادا حرفهای بیهوده، قضاوتهای نابجا یا ترس از شکست باعث شود از حرکت بایستی، چرا که حتی اگر شکست بخوری، اشتباهات قدرت این را دارند که تو را به بهتر از چیزی که قبلا بودی تبدیل کنند. هر جا لازم دیدی قاطعانه بگو نه. زنی که برای خودش حریم قائل باشد، دیگران را به احترام و ستایش وامی دارد. و اگر تصمیم گرفتی مادر شوی، اول مطمئن باش شرایط لازم برای این دعوت بزرگ را داری. سپس از خود انسان و انسانیت به یادگار بگذار، وگرنه تولید مثل را هر جانداری بلد است. اگر مادر شدی، کودک درون و کودک بیرون را با هم در آغوش بگیر، چرا که هر دو به توجه تو احتیاج دارند. دخترم، نظر آدم‌هایی که حتی یک قدم با کفش‌های تو راه نرفتند به اندازه پشیزی در تصمیم راسخی که گرفته‌ای اثر نگذارد. من زنی بودم که یاد گرفتم، هرچند دیر، اما امیدوارم تو زودتر یاد بگیری. خوشحالی از درون خود تو شروع می‌شود.